در شریعت آدم در 12 سالگی به بلاغت میرسیده، اما در طریقت نزد علمای اخلاق و تربیت آدم در 40 به وای میرسیده. یعنی که ای 12 اگر مبلغ شریعت در بلاغت باشه، در 40 سالگی هر یک مرد و زن پخته میرسیدند در نزد علمای تصوف. رسید حضرت به 40 سال مبارک، رسید حضرت به 40 سال مبارک، بیامد وحیش از عز تبارک. در 40 سالگی حضرت وقتی که رسیدن ای جانب خدا، اولین خبرها با واسطه خوابای راست بود. رسول اکرم خواب میدیدن، رؤیاهای صادقه، اما خوابی را میدیدن فردا رنگ صبح صادق باری نتیجهش هم میدیدن. بعد از او در یک ماه شریف رمضان 30 روز 29 روز در غار شب زنده‌داری میکردن. اگه انسان فکر کنه که اقلا همین روزا ما خدا قدی 1 ساعت شینیم، این خیلی طریقتی بزرگیه که حضرت در 1 سال 1 ماه شریف رمضان با پررگی قدی خدا میشتن. این شوخی نیست. کی میشینه مثلا همین روزا اقلا با خدا خلوت کنیم 1 ساعت، همین شب قدی خدا قدی خلوت کنیم 1 ساعت. رسید حضرت به 40 سال مبارک، بیامد وحیش از عز تبارک. نظر کرده سوی خدیجه خاتون، بگفتا گشت احوالم دیگرگون. به پیشی مادرمان خدیجه آمد، گفت خدیجه گفت من حالم وزبین شده، من گمان میکنم چیزی خفای من میگرده، من هرچی روشنی میبینم. در روایت امام احمد بوده که رسول اکرم گفته در مکه وقتی که من میگشتم یگان سنگ نبود که خفای من میگفت السلام علیکم یا رسول الله. بشه پیغمبری میگه سنگا سلامو میدادن. حتی در سینی 8 سالگیش عبدالمطلب وقتی که رفت در وادی قصوا با بحیرا، گفتنی عالمی نصرانی وا خورد و کاروان من کرد. عبدالمطلب گفت که اینا گردان بر، گفت در مکه که یهودی های یمن این ضررشون میرسونن. گفت چی با؟ گفت این آخران پیغمبره. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت من ای بلندی دیدم، گفت از قفاش چی علف و خوشاک و درختی هست ای قفا این سجده میکنن. این خیلی کار فقط برای پیغمبران میشه که اون وقت حضرت یاش بودن، 8 ساله بودن. نظر کرده سوی خدیجه خاتون، بگفتا گشت و احوالم دیگرگون. بیپیچانید بسر جامعی خوابی، آمد جبرائیل از نزد وهاب. وقتی که آمد میگه من از غار حرا وقتی که می برآمدم بیرون، بعد از برآمدن او وقتی که از غار حرا بیرون برآمدن حالت ده دیدم ملائکه در بین آسمان و زمین 6 تای. من گفت از اگه السلام علیک یا رسول الله. اولین بار حضرت جبرائیل امین به صورت اصلیشان میبینم که میگم افق پر رای. خداوند در قرآن جبرائیل چند نام قطعی آورده. یک نام حضرت جبرائیل امین شدید القوا بوده، قناتش قوه داشت که زمین چپک نه. شدید القوا، رسول کریم. در دیگر جا در افق اعلا چند نام قد جبرائیل آمده بوده. با اساس ایمانا که کامل شد و مردم ملائکه که ایمان آوردن شناختن، با نام او جبرائیل شد. یعنی که عبدالله بنده خدا، رئیس دستگاه ملائکه الهی. حضرت میگه من اولین بار در وقت پیغمبریش حضرت به همین صورت دیدنشه. یعنی میگه وقتی که من جبرائیل دیدم بین افق آسمان و زمین پر بود. خدیجه را داناگیش بینین که ابو جهل آسا خالیش میکنه، حتی که چندین تن از قبیله مخزوم میلیاردراش آسا خالیش میکنن. همین قدر داناگی میکنن، همین قدر میبینن. در همون زمان ثروتمندترین زن در زمان عرب بود، اما او یک چیز شناخت، او واقعا آخرت شناس بوده. در چهره رسول اکرم آخرت دید. خشاب به حال آدمی که رفیق آخرتی پیدا کنه.
در چهره رسول اکرم آخرت دید، در چهره رسول اکرم پاکیزگی را دید، همه مال فدای دین رسول اکرم کرد. حتی که چند مراتب عایشه صدیقه میپرسیدن مادرمان که چی اینقدر ایوای مادا وصف میکنی گپ میزنی آخی چی ایوای بهتریناش در نزد شما از فرستاده خدا ایوای بهتریناش هست گو ایوای بهترین جال خدا نداده همین قدر خطیش را دوست میداشتیم. روایت امام احمد میگه نه گپ نگو عایشه این گپ گاو نزن ایوای بهترین شد اما زیرا اینکه ایوای خداوند برای من گو فرزند داده. در یک روایت دیگر حتی که صیغه واحد قد گفتیم که خدا ایوای من یک تا دختر داده الحمدلله که همین فرزنداشون که از دنیا رفتن یا فاطمه و زهرا مون امروز نسل پاکیزه رسول الله که اونها رو سید زاده ها میگن از این خاندان الحمدلله این خونی پاک تنه پاک جسدی پاک این اوی نعمته که در وقت مردنشان روایت امام طبرانی که علی را وصیت میکنن فاطمه که علی در همین امور زندگیم غیر مادرم هیچ کس تنی من ندیده من اگر از دنیا قضا کنم و گذرم فقط غسل میت من بدن من خود شود حتی که اگر اون زن هم بدن من دیدگی نزد غیر مادرم همین خیلی یاش همین خیلی زن همین خیلی انسانیت یاش وقت پیش جناب پیغمبر میگه بسیار گریه میکنن لحظه آخری حضرت وقتی حضرت آخرا لحظه های حیاتش نه جناب پیغمبر اندک به خرسندانه میگه که از اولادم اهل ایمان اولین انسان پیش من میبید توی فاطمه گریه نکرد یعنی خیلی به رسول الله مانند بدین خیلی حضرت به رسول الله مانند بدین. بعد از در یک روایتی که امام احمد میبیاره حضرت گفته که بدین که فاطمه گوشت از گوشتپاره های بدن مای کسی خرسندش کنه خرسندم کرده کسی زیقش کنه زیقم کرده از اون نسل از اون خاندان از این شخصیت این گونه شخصیت ها با دنیا می بیاین. امام حسن و امام حسین زینب و ام کلثوم یک پسر بچه دیگه محسن داشت میگه از دنیا گذشتن. حتی ام بنین روایت میکنه که بعد ایسر فاطمه رفتن حضرت عمر میگه خاندان ما آمد من آساخالی کرد از قبیله ثعلب که ای رئیس قبیله ثعلب ای رئیس قبیله ثعلب فهمیدیم که دختر قدرس داشتی علی دا آساخالی آمدن. اما امی بنین و وقتا 16-17 ساله بوده علی دا آساخالی آمدن و میگم این وقت میگه این گپا که فهمید میگه رئیس قبیله بود میگه پدرشون ایجا شد که کی گو علی دا آساخالی آمدن اخی فاطمه دنیا گذشته میخوام که علی دا جفتی اویم. بعد از اون میگه پدرشون خیز امی بنین زنی حضرت علی بودن میگه ایجاشون خیز گو علی دا ما زن نمیتیم گو علی دا ما غلام میتیم اگر شما قبول کنید دخترمونو میبخشیمش از عمر آساخال بدیم. بعد از اون میگه امی بنین پیر شدگی بود 4 تا بچه از همین میشوه یک تاش ابوالفضل عباس بود ابوالفضل همین میشوه. امروز هم شیعه ها کربلا میبینن برای ابوالفضل گفته گریه میکنن برای همین ابوالفضل وقتی که حضرت امام حسین که این قدر در اون حالت جراحت میبردارن حتی میگه رنگ شیر زخمالو در زمین غلطیده بود میگه حتی که یک پاش میگه راست بوده یک پاش نه اما خنجر گیری میگه با طرفی همون زمان باقیعات دویدند در همونجا وقت جان به حق تسلیم کرد صدا را امی بنین دمه بیارن که امی بنین ابوالفضل شهید شد امی بنین وای بچت شهید شد امی بنین عبیدالله شهید شد 4 تا بچه‌ش میگن حضرت امی بنین مادرمون که پیر بودن از سری عصا و میگه همش مایله حسین نگاوزن حسین شخیل شده باشه میگه داد زدم میگم خیلی اشکاش ریخته طبرانی میبیاره میگه گفتن حسین هم مرد میگه که همین میگه یک صدای بلند زد میگه امی بنین همون سری تیاخش آمد میگه در زمین زد و نعره زد که ای فاطمه امانت نگاه کردن نتونستم فرزندات کلان کردم امانت نگاه کردن نتونستم نمیدونم فردا محشر در چی جواب میتیم ای فاطمه نتونستم این 4 بچه‌م فدای بچه‌ای تو بود میگه داد زد همین گریه کرد 86 ساله کمپیر گریه کرد همون روزی که خونی تا عروس شده آمدم وقتی که همون روزی که عروس شدن آمدند نام منم فاطمه بود همین علی من فاطمه گفته صدا میکرد گوده میگه همین نگاه میکردم چشم حسن حسین میگه 4 نشه فاطمه میفهمیدن او چمون نگفته آمدن میگه حضرت علی را گفته است که علی پدر و مادرم فدات شوه همین روزی بارد نام من فاطمه نگو برای که من نمیخوام که فرزندای تو ناراحت شوند وقتی تو فاطمه میگی من میترسم التماس و نامش حضرت علی امی بنین میمونه
میگه یک زن میبیان نامی زنی اول نیست نمیکنن. امروز چی زن ها میبیان زنی اول نامش نیست میکنن، از خفای نیست کردن نام یکم میشوند. اما امی بنین میبیان میگه پدر و مادرم فدات بود نکمی کاره، بیا همین نامی من فاطمه نگیر دیگه با امی بنین میمونن. کدو و شلغم و کارتوشکا و همیار اوجوش کرده پیش حضرت علی ده میمونه. حضرت نپرسیده بسم الله گفتم میخرن. امی بنین میگه نمیپرسی که همین حلاله ای کجا آمد علی چون میگه به توجهی گفته که ای امی بنین من اول 7 پشت پدری تو را کوفتم و بعد را انتخاب کردم، این ای مولی پدری تو باشه پدری تو حرام نمیخرگم بود. بعد تای خونی پدر رو آوردن پدری تو نمیشناسن. این ای نسل خدیجه بودن. خدیجه انمون اصلاب صلب پاکشیناق، پشت پاکشیناق، نطفه پاکشیناق که مورخا میگن ای پشتای پاک و بچه‌دانای پاک رسول الله به دنیا آمدگی. خوشا به حال آدمایی که پشت آدم شناسه، خوشا به حال آدمی که نسل آدم شناسه. امروز افسوس عقیده فقط پول مانده ماشین جوره. اما خدیجه میگه دنیا در دست شای، تمام دنیا را خدیجه داره اما پروا نمیکنه. میگه چی ده در سیمای رسول اکرم آخرت دید. اولین بهترین ها اولین های قرآن میگه بهترین ها اولین های. ای کودک ها اولین کودک علی ایمان میبیاره، ای زن ها اولین زن خدیجه ایمان میبیاره، از مرد ها صدیق اکبر ابوبکر صدیق اولین ها بهترین ها. اینا اولین هایی هستن که در چهره رسول الله بزرگی را دیدن. آمد گفت خدیجه گفت حالم وزبینه چیزی را دیده استم من نمیفهمم. گفت چی گپ است؟ گفت در بدنی من گفت چیزی هست خفای من میگرده. بپیچانید بسر جامعی خواب آمد جبرئیل از نزد وهاب. حضرت میگه دفعه گفت زمیلونی منو پیچانه. حضرت میگه پیچانه خدیجه مادر من در همین حالت میگه با اکنون ندای ملکوتی آسمانی میبیا به وحیش آیتی ایها المدثر بگو ای مرد خفته قم فانذر. آمد که یا ایها المدثر ای در بوریا پیچیده ای مرد خدا گفت خیزه که مردم ترسان وقتی خوب بسای قم فانذر بخیزه کنون وقت تمام شده که دیگر. ای همون روز این آیت آمد حضرت برای رسالت دیگر میانشان بستن راست کردن. حتی این آیه مبارکه میگه در داخل بوریا حضرت پیچیده بود.